استاد مسیحیت بزنیم که مقصد امین عقیقه را به نزدیکی در همین جا کنیم یا در افریقا انشاءالله کنیم آجش بسیارتر میشه انشاءالله. اگر شما قربانی کردنی باشد قربانی یک هم آجا گرفتیم. عقیقه هم قربانی کرده باشد خیلی یکتشه به یک جای کنید که یعنی مردمش محتاج باشد، لیکن به هر حال یکتشه در خانه خودتان باید شود خوب است تا اینکه خودتان اهل و عائله صدقه میکنید به دستتان، هدیه میدهید به دستتان، باید خودتون هم باید به دستتان کشیدون. حضرت فاطمه رو پیامبر صلی الله علیه و سلم اشهدی اضحیتک، وقتی قربانیت حاضر شو گفتن، پیشش به آمده است. یعنی خوب است این چیزا، یک آدم بندگی رو به جا آورده ایستاده است. درست است مثلا اگر دستی دراز داشته باشید به دیگر محتاج ها هم خیر کنید، لیکن یک تا باید اقلا قربانی کنید، هم قربانی هم عقیقه جمع شده باشد، عقیقه کنید و قربانی رو فرستانید مثلا.